سلام، با مهمترین خبرهای افغانستان با من صفی الله ناصری از آزادگاه خوش آمدید. خبر نخست را از 5 می روز جهانی قابله ها آغاز می کنیم. صندوق جمعیت ملل متحد با مناسبت روز جهانی قابله ها گفته است که حمایت از قابله ها موثرترین را برای نجات جان مادران و نوزادانشان است. این نهاد تاکید کرده است که این حمایت می تواند دسترسی به مراقبت های پزشکی پیش از زایمان ایمن و پس از زایمان را گسترش دهد. این در حال است که این صندوق در گزارش ماه جوزای سال گذشته خورشیدی خود هشدار داد که به دنبال کاهش شدید بودجه بین المللی، سلامت مادران و دسترسی میلیون ها شهروند افغانستان به خدمات حیاتی بهداشتی در معرض خطر جدی قرار گرفته است. معاونت اقتصادی رئیس وزیران اعلام کرده است که پس از ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری بین الوزارتی حدود 35 میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری جذب شده است. بر اساس معلومات این کمیته تاکنون 47 طرح در سکتورهای برق، زیربنا، زراعت، ترانسپورت و تکنولوژی را بررسی کرده و در ولایت‌های مختلف کشور تطبیق می شود. هدف این کمیته فراهم کردن تسهیلات برای سرمایه‌گذاران، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد هماهنگی میان سرمایه‌گذاران و ادارات مربوطه و بهبود رشد اقتصادی کشور گفته شده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که از اول جنوری تا 31 مارچ 2026 میلادی 55202 مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شدند. به گفته این نهاد از این میان 51% آنان مرد و 49% دیگر آنان زنان بودند که شامل 13086 خانواده می شود. این نهاد افزوده که 35% این مهاجران اخراج شده در ننگرهار، 25% در کابل، 8% در کنر، 7% در لوگر و 6% آنان در لغمان جابجا شدند. حمدالله زاهد معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه و هیئت همراهش به منظور ایجاد تسهیلات در بخش واردات ادویه برای تاجران افغان به کشور روسیه سفر کرده است. در خبرنامه وزارت صحت عامه آمده است که این سفر به هدف تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و روسیه، تامین و تنظیم مواد غذایی و ادویه به ویژه ایجاد تسهیلات مؤثر برای واردات ادویه و مواد غذایی معیاری، موزون و قابل اعتماد برای تاجران افغان اجرا شده است. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. اوقات خوش. خدا نگهدار.